ببخشید خانوم. بله با شما. شما بودی که دنباله شومیز بودی که هم شیک باشه هم خیلی سبک باشه. ما براتون کرپ حریر و مخمل رو ترکیب زدیم. اینم که از سنگدوزیاش دیگه حرف نداره. بفرمایید. یادتون نره اینجا عدالت خواهه. اگه کمر شلوارت برات گشاده و میخوای بدی خیاط برات تنگ کنه و یا کمر رو به صورت کامل بشکافی یا کمر رو سایز کنی، دست نگه دار، چون با انجام دوختای نردبانی میتونی کمر شلوارت رو به راحتی سایز کنی. نصف مقدار اضافه کمری شلوار رو در محدوده جیب شلوار علامت بزنید و دوختای موازی با یکدیگر یا نردبانی رو داخل اون انجام بدید و در نهایت دوختتون رو بکشید تا با کشیدن دوخت فضای اضافه جمع بشه و کمری شلوارتون اندازه بشه. اگه دوست داری هر روز ترفنده دوختی 3 سوتر رو به صورت رایگان آموزش ببینی، حتما پیجم رو دنبال کن و از آموزش هم دیدن کن. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنی و اگر برات کاربردی بود 3 تا قلب قرمز کامنت کنی.